الگان پروداکشن تقدیم میکند. از تقدیمات الگان پروداکشن. الو گلو جون، پدرت اومد. دماغش چاق، настроенияш زور. حسین سیب خورده شده است. اکن خدا رازگیش گیریم و فاتحه پدرت را گیریم و تو یکی شمای من بینم. خودت میدونی که پدرت عصبی پدرکت خیر کن نمیدونم. دو مچ آمدن خب پسی دروازه انتظار وای رو هم دعوت میکنم. اول دیلی پدرت یابم بعد دو مچ آمده دعوت میکنم. خدا معقول شود، خدا معقول دانده کن. مرش دختر جان وای گل روی یکی منی ولی ریانکا نوش من نوشیدم چهارده من نشد. دتا جونش همون جوان آمد، جوانی که کی؟ گل جانی دخترمون گفته بودند که همون معقول کرده است. کن همین جوانه اگر راضی باشید. چی مقصد و نیت؟ اگه مقصد است گل جانو همین جوان یعنی داماد شونده فاتحه شما گرفتنی. اگر راضی باشید توی یکم قرار دیم، چون که بیهوده نگفتند که پدر ریزا خدا ریزا. فهمو مالش روی بیادک بینیم داماد تو رو ما آدم خور نکو. فقط عصبی نشوید. یک تشه سیب قطی زده بوده دیگر همه خیلی روی خانمان رو فراموش کرد. حاضر من دعوت میکنم فقط عصبی نشوید. دادا جانکش عصبی نشوید. خانه داری؟ نه کاری خانه داری؟ نه ندارم. از بزرگان نظر کردن صاحب خانه میشی. ماشین چی؟ ماشین داری؟ نه ندارم. از بزرگان یک نظر کردن یک دستگیری کردن صاحب ماشین هم میشه. اقلا دیپلم معلومات داری؟ نه یگان هنر داری؟ نه ندارم. خیلی از بزرگان نظر کردن یک دستگیری کردن صاحب معلومات هم میشیم، هنر هم میشیم، دیپلم هم میشیم. همه از بزرگان دکم نظر کردن. دادا جانکش من فطیر گرم پخت آوردم. نه وکک از تنور کندم. خیر دو موت شونده چی خیل معقول شد؟ جوانی بد نه. نه جوانی بد نه. ورودی ما دا معقول شده سای. مرا عزیز و بزرگا گفته سای. آفرین خان تا بزن.